پراکنده‌ای بین مأمورین و مردم هست. این بیشتر نشان میده که مردم میخوان بگن که فکر نکنید عاشورا پایان ماجرا بود، کما اینکه عاشورای امام حسین هم پایان ماجرا نبود. در این حال مردم در بهشت زهرا میروند به دیدار شهید دیگری از جنبش آزادی خواهی مردم ایران، خواهرزاده آقای موسوی، بر سر مزار او گرد میآیند. اما صدا و سیما در یک نمایش مسخره اقدام به گفتگوی تلویزیونی با برخی از هواداران ولایت کرده، ولایت فقیه کرده، کسانی که دیروز به خیابان آمدند و در حمایت از آقای خامنه‌ای. اجازه بدید تبریکات صمیمانه خودم رو نسبت به حمایت طرفداران این چنین از جناب عالی نسبت بهتون اعلام بکنم. اگر ویدیوی مربوطه حاضر هست اتاق فرمان، خواهش میکنم اون رو پخش کنید. توجه بکنید به سخنران‌های این ویدیو و کسانی که پیرامون سخنران‌ها ایستادن به صورت جوک به مسئله نگاه میکنن و به اون میخندن. آقای خامنه‌ای حتی بیش از خود اقداماتی که مردم در روز عاشورا به عمل آوردند، دیروز چهارشنبه حوادث تهران، نمایش مسخره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و هوشمندانی که در قالب صدا و سیما به زیبایی هرچه تمامتر پیام ملت ایران رو در قالب طرفداری از شما به مردم رسوندن، نشون دهنده این است که کار تمامه. شما را به خدا دست از لجبازی بردارید، اجازه بدید که بیش از این خون مردم مظلوم ما به سنگ فرش‌های خیابان‌های ایران ریخته نشه. اگر ویدیو حاضره به اتفاق نگاه کنید طرفداران آقای خامنه‌ای رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اومدیم برای راهپیمایی از حمایت از خون شهدا، حمایت از خون امام حسین که در روز عاشورا بی‌حرمتی شد برای امام حسین، عزاداری امام حسین. بعد این کوردلان بدونن که ما همیشه در صحنه هستیم، کور بشن. بعد از دولتمون هم میخوایم که حتما رسیدگی بشه به این افراد، برخورد شدیدی بشه. پیام شما برای رهبران کشورهای اروپایی که ابراز خرسندی کردن و حمایت کردن چیه؟ به اونا پیام همه ملت ما ایران است که کور خوندن. ما همه ایرانی‌ها با هم هستیم. تمام آشوبگران همه ایرانی نبودن، واقعا ایرانی نبودن. اینا از نسل‌های شمر و یزید اون زمان بودن که در روز عاشورا این کارو کردن. اونا هم باید بدونن کور خوندن، واقعا کور خوندن. متاسفم براشون. خواهش می‌کنم. ما این کفن رو تنگ کردیم که به ملت آمریکا، به ملت انگلیس، به اون ملت‌هایی که فقط میخوان ایران رو نیست بدونن که ایران وجود داره، بدونن که ایرانی همیشه غیرت داره، بدونن که تا وجود داریم، تا خون تو بدنمون هست، پشت ولایت فقیه جونمون هم فدای رهبرمون میکنیم. این کسانی که اومدن در روز عاشورا و به مقدسات مردم توهین کردن، در واقع چه چیزی رو نشون دادن؟ اونا عزیز هیچی به اندازه اون ایول این دوستی که کنار دست ایشون ایستاده بود جالب نیست و واقعا باید تبریک رو به دستگاه تبلیغاتی گوگل که این چنین تونسته یه فیلم کمدی درست بکنه. ایول آخر رو عشق است. نگاه کنید. سالار شهیدان توهین کنه، اینو بدون که هیچ موقع پاورجا نمیمونه. خود امام حسین، اگه ما ملت ایران هم که هیچی نگیم، خود امام حسین نیست و نابود میکنه اونا رو. انشالله که به این وقت عزیز خودش جوابشونو میده. پیامتون برای سران کشورهای اروپایی که ابراز خرسندی کردن و حمایت کردن از فلسطینیان، پیامم به این سران اروپایی اینو بدونن، هرچی هم که این جوانای کم عقل ایرانو که دارن میندازن این وسط، اینو بدونن تا این ملت ایران، تا این ملت شهید پرور و ملت ما هست، هیچ کسی نمیتونه یه لکه ننگ به ملت ما وارد کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک. علت حضور ما اینه که میخوام بگیم که ما در درجه اول مسلمان هستیم و شیعه هستیم. به خاطر همین
به خاطر همین اساسی ترین نقطه تاریخ تشیع نقطه سرخ عاشوراست. ما از همینجا میخوام به تمام دنیا اعلام کنیم ای مردم عالم، اون عده‌ای که نمیشناسید عاشورا رو بیاین تحقیق کنید بشناسید، و اون عده‌ای که میشناسید و معاند این نقطه سرخ هستین و معاند این قله اوج هستین، بدونید که ما از جان خودمان 100,000 مرتبه مثل حبیب ابن مظاهره میگذریم، مثل مسلم ابن اوسجه میگذریم، ولی از تشیع و اسلام و رهبری و ولایت فقیه نمیگذریم. میخوام از اینجا بهتون بگم که اگر ما ساکت نشستیم، قبل از این یه چیزی بگم، اگر علی 25 سال خار در چشمش بود و استخوان در گلو، به خاطر وصیت پیغمبر بود. ما اگه ساکتیم به خاطر حکم رهبری به ما اجازه نده. اگر به ما فتوا بدهند شما سران آمریکا و اسرائیل 10,000 کیلومتر اون طرفا این هیچی، محاله شما اگر صدها هزاران کیلومتر اون طرفتر برین، اگر به ما فرمان بدن میام همونجا پوستتونم میکنیم. علت حضور من به خاطر حج و حرمت برای روز عاشورا بود. یعنی من زمانی که این صحنه‌ها رو دیدم توی تلویزیون مشاهده کردم، اینا رو خیلی ناراحت شدم. خواستم بگم که اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. امام حسین جوابشون رو میده. آمریکا و انگلیس هیچ غلطی نمیتونن بکنن. خواهران زینب با زیرابروهای آخرین مدل به میدان آمدند برای طرفداری از آقای خامنه. یعنی مضحک‌تر از این نمیشه به اظهارات این خانم جوان و زیبارو توجه بفرمایید. نداریم که اونا بیان برای ما تصمیم بگیرن یا با کوچکترین چیزی بخوان اینجوری شاد بشن و خوشحال بشن. اصلا نمیتونن اونا هیچ کاری بکنن. فقط اونا میتونن از دور مشاهده کنن و فقط بتونن اینا رو تشویق کنن. هیچ کاری نمیتونن بکنن. من علتم این بودی که روز عاشورا بی حرمتی با آقای امام حسین به حضرت زینب بعد 1400 سال دل حضرت زینب رو شکستن. دلم میخواد به همه ایرانیایی که در تمام کشورها هستن هر موقع زیارت عاشورا رو میخونن به لعنش که رسیدن به اون روزی که اونا اینجایی کردن لعن بگن و همه اونایی که اون روز در کارن و اینایی که 30 ساله دارن از این مال این دنیا میخورن، چه اونایی که باباشون داده چه اونایی که ننه جونشون داده، بخورن و خوردن تا حالا برن دیگه گیر شدن دیگه. اونی که ننه جونشون داده، اونی که بابا بوده میگه اون که میگه ارث بابام بوده، اونم که میگه ارث ننه جونم بوده، تو این چیزام خوردن برن دیگه. فقط بی حرمتی اون روزو واقعا. بعد مرگ در روز اولم آقا امام خمینی گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و الانم دارم میگم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. از 2 سال اومدم فقط به خاطر همین. واقعا ای بل آقای خامنه، ای بل امروز فضای شهر تهران به شدت نظامی شده است. حضور بسیار سنگین و گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی و بسیجیان ملبس شده به لباس سپاه در سطح شهر تهران چهره تهران را به شدت ملتهب کرده است. از نوع نیروهای مستقر شده در آزادی میتوان فهمید تأمین امنیت میدان آزادی به صورت کامل بر عهده سپاه می باشد و نیروی انتظامی در میدان انقلاب و هفت تیر و میدانهای دیگر شهر حضوری بسیار سنگین دارد. این حضور گویا فراتر از فراخوان امروز است، چرا که در میدان آریاشهر نیز شاهد حضور سنگین این نیروها هستیم، در حالی که مسیر در مسیر فراخوان است. به هر حال ملاحظه می‌فرمایید که تهران به شدت به صورت نظامی در مد مردم از جاهای مختلف حرکت میکنن و میان و میرن به طرف بهشت زهرا و هلیکوپترها هم در فراز بهشت زهرا در حال حرکت هستند.